سلام به توتیواسای دوست داشتنی. من سروش افلاطونم. چند وقت پیش یک نفر از من یک سوال کرده بود که جوجه های من توی سن 15 روزگی هنوز داخل لانه به صورت چپه و برعکس وای میستن و نتونستن روی پاهاشون بمونن. این سوال چرا توی سن 3-4 روزگی جوجه هایی که تازه متولد میشن به پشتن تا والدین بهشون غذا بدن و کم کم به مرور میرن روی پاهاشون وای میستن، ولی اینا هنوز بود توی سن 15 روزگی رو به پشت بودن و یاد نداشتن که وایسن روی پاهاشون. و من جوابی برای این سوال نداشتم، چون نه تا حالا دیده بودم نه برای خودم اتفاق افتاده بود، تا اینکه همینجوری توی مجازی میچرخیدم و یه ویدیویی دیدم که برام خیلی جالب بود. برای یک اتفاق افتاده بود و روش درمانش هم گفته بود. این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. جوجه‌هایی که طولونه به این صورت به کمر میفتن حتما باید پدر مادر جداشون بکنید و بهشون سرلاک بدید و درمونشون کنید، اگر پاهاشون همه فلج میشه. یک روز بعد پرنده‌ای که به کمر خوابیده بود حالا داره شده رو برا میشه. این هم درمان به کمر خوابیدن جوجه گلینجیکا کاملا درمان شدن بعد از درست. شما برای درمان به کمر خوابیدن پرنده به چنین چیزی نیاز دارین. یه حالت مکعب شکل درست میکنین، بعد جوجه ها رو از قسمت پشت میذارین داخل این، یعنی سر پرنده به سمت جلو باشه. بعد یکی از این چون کسی نیست دوربینه بگیره دیگه، من خودم نمیتونم انجام بدم. بعد یکی از این ور میذارین. بعد اون جایی که میخواین بذارین، کارتونی که دارین، این باید به این صورت جا بره، به این صورت که نتونن بیان بیرون. شما در روز تقریبا 5-6 ساعت این حالت انجام بدین. بعد سرلاکی که دارین چند لحظه خلاص 1 ساعتی میذارین بیرون باشن و دوباره باز همین کار رو انجام بدین. بعد از 2 روز پرنده‌تون کاملا دیگه درمان بشه، ولی نباید بذارین زمان بگذاره. تو همین سنی که هستن سریع انجام بدین.